به همه هموطنهای باصفای خودم از مهاباد تا تبریز و تا قلب ایرانی یعنی تهران، دم همگی گرم که حالا دیگه نقطه رو به خط تبدیل کردید و روزگار ولایت و اساسی خط خطی کردید. ماشاءالله. بعد از آتیش مهاباد نوبت رسید به بچه‌های تبریز که نشون دادن حتی اگه مسابقه فوتبال باشه بازم این وسط سهم آخوندا محفوظه. علی گدا که از سرایت آتیش به تبریز حسابی رحم کرده بود، سری تیویریچو مأمور کرد که با یه گزارش چسبونکی قضیه رو فوتبالی یا بهتر بگیم ماسمالی کنه. حالا شما سوتی رو داشته باشی. دیشب تیم تراکتورسازی و طرفدارانش اشتباهی فکر کردن قهرمان لیگ برتر شدن و شروع به جشن کردن، چون انگار دقایق آخر بازی به بازیکنان و کادر فنی این تیم گفته شده بود سپاهان و سایپا در اصفهان بازیشون مساوی شده و قهرمان لیگ شمایین. اومدن به تیم تراکتورسازی گفتن که سپاهان مساوی کرده و دیدم یه نفر دستشو برد بالا علامت 2-2 رو داد. اینو میخوام بگم کار کثیفی بود. آره کار کثیفی بود، اما خب همینه دیگه، آخوندا همشون این کارن، تو کار کثیف لنگه ندارن. اما مهم اینه که جوانای تبریزی خوب میدونن جواب کار کثیفو چجوری باید بدن. خلاصه وقتی طرفداران تراکتورسازی با خبر شدن که سپاهان قهرمان شده، بعضی هاشون کار رو به اون روی زشت فوتبال کشوندن. اون کسی رو که به دروغ به تراکتورسازان گفت قهرمانید رو با وجدانش تنها میذاریم. فقط فدراسیون و سازمان لیگ جدی این موضوع رو پیگیر بشن، ببینن ماجرا چی بوده که اگر پیگیر نشن ما این موضوع رو دنبال میکنیم. همونقدر که قضیه کهریزک و کوی دانشگاه و اسید پاشی پیگیری شد، اینم پیگیری میشه. اما جوانای با مرام ایرانی معطل پیگیری فدراسیون نمیشن، کار خودشونو میکنن، مشت خودشونو میزنن. کما این که بچه‌های تهرانم فرصت فوتبال رو هوا زدن و یه آتیش اساسی نثار ریش سیدعلی کردن. همین رفقا، وقتی دیگه بحرانا به قلقل میفته، وقتی طاقت ملت تاق میشه، اون وقته که مهار اوضاع از دست آخوندا خارج میشه و هر بار یه گوشه از ایران گر میگیره. خود آخوندا بیشتر از همه خطر رو بو کشیدن. اینا این صداییه که از مجلس وحوش بلند شده. در حال حاضر بزرگترین مشکل کشور هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اجتماعی بحث بیکاری هستش که متاسفانه الان فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر تهدید میشن. حتی اخیراً وزیر علوم گفتن که مدارک دکترام در معرض تهدید بیکاری هستند. نرخ بالای بیکاری میتونه ناآرامی ها و بحران های اجتماعی را در آینده رقم بزنه. تهدید بزرگی برای آینده کشوره. حتی اگه رونق اقتصادی بدون اشتغال باشه، ریسک بزرگی برای کشوره. بله، اصل داستان همین ریسک بزرگیه که همینجوری داره در اطراف و اکناف جسم ناقص عظما میچرخه. فوتبال و مسابقه و اینا هم همش بهانه است. تبریز و تهران و مهابادم نداره. طوفانیه که وقتی بلند بشه کل ایران میپوشونه. هوا طوفانی رفقا نیست.